اومدن به انگلیس کار درستیه. من باید بیام انگلیس، زندگیم چجوری میشه اگه بیام انگلیس؟ اونایی که الان انگلیسن راضی نیستن، چجوریه؟ ببین جواب این سوالا که میخوام بذارم کف دستت خیلی رک و پوسکنده بهت بگم، یک جواب بیشتر نیست، اون اینه که بستگی به خودت داره. اونایی که الان اینجا من دو جور ایرانی میبینم. قشر اول قشریان که هیچ ارزه هیچ کاری نداشتن، نشستن تو خونه الان ناراحت میشن میخوام بیام زیر پست فوش بدم، بیا 2 بار فوش بده، کاربن بذار دو رو فوش بده، ناراحت هم میشن بشن. کسایی که هیچ کاری تو زندگیشون نمیتونن بکنن، تو ایران یادتونه کمیته امداد بود و صدقه میگرفتن ملت یه عده خیلی کم، اینا همینجا همین کارو میکنن، نشستن تو خونه با صدقه‌ای که از دولت میگیرن زندگیشون رو میگذرونن و کار نمیکنه و زبون یاد نگرفته، 20 سال 10 سال 50 سال مثلا اینجاست، 5 سال اینجاست، بعد مثلا میخواد بگه من زبون بلدم، میاد کامنت میذاره یه پاراگراف مینویسه، من 500 تا غلط از توی پاراگرافش در میاره. این بخش اول ایرانی است که اینا از 100 تاشون 90 تاشون از خودشون و زندگی و دنیا و همه چی حالشون به هم میخوره. یعنی تو باشون صحبت کنی گریه میکنن. چرا؟ چون تو همین که تو بشینی تو خونه کار نکنی، همین یعنی اینکه تو جفت پا پریدی توی افسردگی، اصلا داره میخورت زندگی، داره نابودت میکنه. زبونم که اونجوری روون باشن یاد نگرفتن، یعنی اینکه تو خیلی کارا دیگه نمیتونن بکنن، رفیق پیدا نمیکنن، اگه مجردن پارتنر پیدا نمیکنن، یعنی یه زندگی خیلی فاجعه‌ای اون بخش داره. بخش دوم بخشیه که کسایی که زحمت میکشن، یعنی تلاش میکنن زندگیشون رو جلو میبرن. اگر تو آدمی هستی که میتونی میگی آقا با این دید داری میای، من میام زندگیمو میسازم، نمیام اینجا بزنم بشینم تو خونه هیچ کاری نکنم، میام تلاش میکنم. اگه همه روزی 8 ساعت کار میکنن، من روزی 12 ساعت کار میکنم. همه 5 روز در هفته میرم سر کار، من 7 روز هفته میرم سر کار. اگر با این دید داری میای، من به تو قول میدم اینجا بهشت رو برای خودت میسازی. قول بهت میدم اینجا بهشت روی زمین رو واسه خودت میسازی. تو اگه تو این لندن، تو همین لندن اگه بخوای دلیوری غذا بکنی، شک نکن زیر 100 پوند پول در میاری در روز، حداقل. یعنی منم کفشو میگم. کسی که داره اینجا مثلا مسافر اسنپ ایران هست چجوریه، اینجا اوبر مثلا یا شرکت‌های دیگه، تو شک نکن اگه این کارو بکنی با روزی حداقل روزی 200 تا حداقل به راحتی 200 در میاری. این اتوبوسا رو میبینی دارن الان میرن، این اتوبوس راننده و کسی که اینجا راننده اتوبوس میشه، راحت اگر 7 روز هفته کار بکنه، راحت 3500 تا آخر ماه بعد مالیات تو حسابشه. بعد مالیات با پوند 100,000 تومان میشه 350 میلیون تومان به پول ایران ماهانه. خب چی لازمشه؟ یه دونه گواهینامه. یعنی گواهینامه اتوبوس هم لازم نیست داشته باشی، خودشون آموزش رو بهت میدن.